یه وقتا هست که کم میاری، از همه چی خسته میشی، از همه چی میبری، از آدما، از رفیقات، از خونوادت، از این زندگی و از این دنیا. دیگه هیچی برات قشنگ نیست، دیگه هیچی برات خوشگل نیست، دیگه هیچی بهت حال نمیده. فقط دوست داری تنها باشی، فقط دوست داری بری یه جایی که هیچکی نباشه. رود نمیشه به هیچکی بگی یه کم آورد. آدم خسته میشه، بازی رو کوچیکم نداره. آدم از همه چی میباره، زن و مردم نداره. میفهمی چی میگم؟ یه وقتایی هست که به خودم امید میدم، به سختی، به زور. همون لحظه هم هست دقیقاً دارم فکر میکنم که برم خودمو از پشت بوم بندازم پایین، تموم کنم همه چی. میدونی انگار روی یه لبه تیغ وایستادم، نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم به کی بگم، نمیدونم کجا برم. واقعا دارم دیگه کم میارم. دوست دارم یکی بود دستمو میگرفت، میگفت تا اینجاش خوب اومدی تو، از این جاش به بعد با من، خودم پشتت هستم. بهم بگه چیکار کنم چیکار نکن. دوست دارم بگه من پشتتم، نترس. بهم بگه که حتی اگه کم آوردی اشکال نداره، این طبیعیه. همه کم میارن، همه خسته میشن، همه ناامید میشن، همه فکرهای بد به سرشون میزنه. الان تو همون شرایطم، میدونم تو هم همین شرایطو داری. قشنگ درکت میکنم رفیق، ولی میخوام اینو بهت بگم که همه کم میارن، اشکالم نداره. همه میبرن، همه خسته میشن، همه همینن. تو این مملکت کوفتی حداقل همینن. پس اوکیه، قصه نخور، اوکیه.